بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت. درود به شما عزیزان ارجمند، هواداران برنامه آفتابی محبت. ما این لحظه با یک جهان مهر و محبت و اخلاص و صمیمیت برنامه خویش را منظور شما عزیزان می‌گردانیم. ما را همراه باشید. بدست ماکتابی ای محبت. معلم ارجمند، ما بارها در بابت آداب حمیده، خصلت‌های نیک انسانی، تربیت فرزندان، عائله و عائله‌داری در برنامه خویش موضوعها را مطرح کرده بودیم. این لحظه می‌خواستم که بابت درست انتخاب کردن کسبیت، جوانان ما چه کارها را باید انجام دهند و برابر انتخاب کردن کسب از روی اختصاصشان فعالیت برند و شخصیت خود را ساخته توانند در جامعه. البته این همه از عائله داری و نقش پدر و مادر سرچشمه میگیرد. شما چی اندیشه دارید؟ درست میگوید خواهر عزیزم حاجه بانو. موضوعی که امروز مطرح می نماییم بسیار موضوع جالب است. یعنی موقع انتخابی کسب و هنر در حیات جوانان و جایگاه خانواده و عائله در آن چگونه است و ثانیاً پس از این یعنی که ساختن همون یک شخصیتی هر یک انسان سخن می رود. بسیار موضوع ضروری هست برای حیات هر یک انسان. اکنون ما که فرهنگنگاران و آثار نیاگان نظر می افکنیم، جایگاه کسب، جایگاه هنر در آثار گذشتگان ما، اینچنین در آثار محققان معاصر یک موقع مهم را دارد. مثلا مولانا بلخی میگویند گر توکل میکنی بر کار کن، کسب کن پس تکیه بر جبار کن. محققان امروز این بیت را گونه دیگر هم میگویند گر توکل میکنی بر کار کن، کیشت کن پس تکیه بر جبار کن. هر دو این گونه ها را درست می‌حسابند. گپ در سر چی است؟ مثلا ما میتوانیم با اطمینان کامل گوییم که انا همین موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم در آثار نیاگان به درجه خیلی بلند و با یک شکوه و شهامت با محتوای به نهایت بلند الکی کارکرد شده است. ما نمیتوانیم در یک مدت کوتاه تمام افکار آنها را دایر به انتخاب کسب و جایگاه آن برای ساختن شخصیت هر یک شخص گفته باشیم. ما میتوانیم یک چکیده از آثار آنها برای بینندگان ارجمند عرضه داشته باشیم. مثلا حسین واعظی کاشفی یکی از صوفیان بزرگ چنین میگویند بسیار یک عادی مطرح کردند که دو برادری که یکی کسب انتخاب میکند، زحمت میکشد و میآموزد در حیات چگونه حیات خود را پیش میبرد، و برادر دیگری که متاسفانه از این محروم مانده است. بله. اون کس میگویند که برادری که کسب آموخته است و شخصیت ساخته است، یک عمر نان حلال خود را کار میکند و میبیارد، و اون برادری که متاسفانه از این محروم مانده است، یعنی یکون کسب و هنری ندارد، او یک عمر در حیات خود دست کوتاهی میکشد، و برادری که کسب آموخته بود
вақте ки музди маоши худро мегирад ҳатман ба бародари дигар албатта онро инъом мекунад. яъне маълум мешавад, ҳусайн воҷи кошифӣ мегӯянд ки бародаре ки касб наомӯхтааст, ҳунар надорад, як умр ба сари он бародаре ки касб омӯхта буд, яъне ки як бори гарони зиндагии ӯ мешавад. агар инсон касб дошта бошад, ҳунар дошта бошад, ихтисос дошта бошад, ӯ ҳатто ҳамин сухани ҳусайн воҷи кошифӣ аст, ӯ ҳатто шабҳангом вақте ки сари худро ба болиш мемонад, оромона хоб меравад, чунки ӯ медонад ки супида мехезад, бо кори худро давом медиҳад, зиндагии худро месозад ва пас аз чанд гоҳе қути лоямути ҳалоли худро мебиёрад, аҳли байти худро таъмин менамояд. яъне ки касб барои инсон пеш аз ҳама хотири ҷамъ аст. зиндагии худро хотирҷамъона месозад, яъне ки қадамҳои худро устувор мегузорад. ҳамин гуна бениҳоят зебо, бениҳоят пурмуҳтаво, оддӣ ҳамин ҳусайн воҷи кошифӣ ҳамин суханҳоро айнан чунин овардагӣ ҳастанд. бузургони мо, шоирони шинохтаи халқи тоҷик дар бобати мавзӯи мо хеле суханҳои олӣ ҳам гуфтанд. масалан абдураҳмони ҷомӣ. дуруст мегӯед хоҳари меҳрубонам, чӣ гуна ки шумо гуфтед, боз ҳам бояд гӯем ки ҷойгоҳи касбу ҳунару ихтисос ва сохтани шахсият, аслан зиндагисозӣ мавқеи муҳим, мавқеи калидиро дар осори ниёгони мо интихоб мекунад. аз ҷумла мавлоно абдураҳмони ҷомӣ яке аз мутафаккирони бузург, яке аз орифоне ки дар қарни 15 тамоми анҳамон афкори ниёгонро як ҳусни анҷом бахшида бошанд. инҷо дар бораи касб мавлоно ҷомӣ имрӯз муҳаққиқон, файласуфони муосир, фарҳангнигорон, аз ҷумла профессор устоди гиромӣ амирхон шоҳусайн талбонӣ як мӯъҷизаеро кашф карданд аз осори ҷомӣ ва гуфтанд ки мувофиқи нишондоди мавлоно абдураҳмони ҷомӣ дар ботини ҳар як инсон ҳамин як касбу як ҳунар, як маҳорат, як истеъдод дар шакли билқувва вуҷуд дорад. ин як аҷоиб аст, ин як чизи муқаддас аст ки инсон, ягон инсон қатъи назар аз миллату нажод, яъне ки бе ягон маҳорату истеъдод гӯё ки ба дунё намемудааст. ҳамун як маҳорату истеъдоду касбу як тавоноӣ дар ботини инсон дар шакли билқувва, дар шакли билқувва, ҳамин ки дар шакли оромӣ ҳамун чиз ҳатман вуҷуд дорад, вале акнун он дар шакли билқувва, яъне вай дар кӯдак ҳаст. акнун як қувваи бузургу як созандае зарур аст барои ҳамон кӯдаке ки дар оила таваллуд мешавад, ки ба вай як талкон, як тела диҳанд, ки вай рӯи кор ояд. шахсони пайвандони наздик, чӣ гунае ки шумо борҳо мегӯед, сарчашмаи тамоми созандагиву бунёдкориву шахсиятсозӣ ин ҳамон оила аст, модари меҳрубон аст, падари бузургвор аст. вақте ки ҳамон чиз такон дода мешаваду дар кӯдак падару модар аввалин маротиба ӯро дарк мекунанду ҳис мекунанд ки ӯ чӣ чизи муқаддасе дорад, вақте ки онҳо ба ҳамон чиз таваҷҷӯҳи хоса карда кӯмак мекунанд, ҳамон чиз аллакай аз шакли билқувва ба қувва ворид мешаваду он рӯи кор меояд, ки он як заминаи бузурге барои ояндаи ҳамон кӯдак, хоҳ духтар бошад, хоҳ писар, барои тамоми ҳаёти ӯ он як касби нотакроре мешавад ва ӯ метавонад ки дар ҳаёт барои сохтани зиндагӣ на танҳо худ, балки барои тамоми ҷомеа як хизмати шоиставу баркамолеро карда бошад. биёед як таронаи нобу ҷазо аз ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳилолиддин ва аловиддин Шамсиево бишнавем. баробари пешрафти замон, баробари сол то сол рушд ёфтани фарҳангу санъати тоҷик, санъати ин ду ҷавон хеле рушд мекунад. ин рӯз дар остонаи
35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این دو جوان موفق یعنی فرهنگ دوست سراینده ممتاز باز به گرفتن عنوان نوبتی مدال دوستی خلق‌های جمهوری قزاقستان مشرف گردیدند. ما تبریک میگوییم زیاده باشد اینطور جایزه ها و مدال ها. البته خدمت شایسته دارنده معلم ارجمند. بیایید یک ترانه همراه بشنویم بعد صحبتمان رو ادامه دهیم. چندین بار است که با تکلیف معلم عزیز هدیه‌بان ما در این برنامه خیلی با نفوذ اشتراک داریم و خرسند هستیم که تمام جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن مخلص این برنامه هستند و مادر مشفقی ما و انتظار میشم از آن جمله یک مخلص شما هستند. برنامه شما سر میشم که انتظار میکشم. این خیلی شخصیت ها خیلی بسیار برنامه شما دوست میدارن. وقتی که در آغاز سرسخن معلم عزیز ما از مولانا بلخی سخن را سر کردن، ما هم باید مصلحت کردیم که سردموی امروز از مولانا بلخی سر کنیم اگر اجازت باشد. اگر آفرین مرحبا. ای دل دم بیدار شو، مستی نکن هوشیار شو. ای دل دم بیدار شو، مستی نکن هوشیار شو. با اهل ایمان یار شو، رفتند و ما هم می رویم. رفتند و ما هم می رویم. با دل بگفتم در سحر، ای از قیامت بی خبر. با دل بگفتم در سحر، ای از قیامت بی خبر. برخیز در عالم نگر، رفتند ما هم می رویم. رفتند ما هم می رویم. جوانی نازنین خفتند در زیر زمین. چندین جوانی نازنین خفتند در زیر زمین. باور نداری برو ببین، رفتند و ما هم می رویم. رفتند و ما هم می رویم. باور نداری برو ببین، رفتند و ما هم می رویم. رفتند و ما هم می رویم. ای دل دم بیدار شو، مستی
هوشیار شو با اهل ایمان یار شو رفتند و ما هم میرویم رفتند و ما هم میرویم به دست ماکتابی ای محبت هر یکی را بهر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند. اگر مهر باشد، محبت باشد نسبت کسب، یعنی که باید تشکل داده میتواند در آینده. البته پدر و مادر، والدین در عائله برای تشکل دادن همین ذهنیت فرزند، درست انتخاب کردن کسب فرزند، آموزاندن کسب و هنر نقش بارز میگذارند. شما چی اندیشه دارید؟ بسیار جایز قید نمودید که اکنون برای در حیات پیاده نمودن آن همون یک معجزه‌ای که گفتیم که در قلب و باطن و سیرتی هر یک انسان است، اون رو برای روی آب آوردن، اون رو برای چون آینه شفاف نمودن جایگاهی فقط مادر مهربان و پدر بزرگوار است. چون که هر یک انسان اولین یعنی که چی بگیم چشم گشوده مادر مهربان رو میبیند. تمام مثلا حیات انسان، آغاز حیات انسان محض از عائله و از سیمای فرشته آثار مادر مهربان و قبلگاه پدر است. از این لحاظ محض برای همین اون چیزی که در قلب همون کودک است و اون کودک با اون چیز، با همون کسب و یا با همون هنر یک میل و رغبت و محبت و عشق به انتها دارد، این رو تنها قبل از همه مادر درک می نمایند، ثانیاً پدر درک می نمایند. البته پدرها هم شاید اولین شده درک کنند، از بس که پدران عزیز ما همیشه از صبح تا شام برای یافتن یک قوت لایمات و مهنت که می روند. از این لحاظ من میگویم که همون جوهر نایابی کسبی که کودک دارد آن را قبلا مادر احساس میکنند. از این لحاظ البته پدر و مادر یکی از وظیفه های مقدس ترین ما این است که هر یک به فرزند توجه نماییم و کدام کسب و هنر و مهارت و ملکه که در قلب او هست برای آن رو روی آب آورده، برای آن رو در حیات تطبیق کرده، به مقصدهای عالی رسیدن تنها پدر و مادر می توانند که همین چیز را برای عملی نمودن آرزوی و اعمال آن کودکان نقشی بارز و کلیدی رو می بازند که فرزند آنها یکم وقتی که همون کسب و هنر رو وی می آموزد، او البته فرزند بعد از کسب رو آموختن، هنر رو ازبر کردن، یکم خدمت پدر و مادر رو میکند. همین یعنی که وضع همون عائله رو بهتر میکند. ثانیاً از عائله بیرون برآمده وضع جامعه و وضع میهن و وضع یعنی جمهوری خود را، وطن عزیز خود را میتواند که بهگرداند در تمام جبهه ها. اگر به تاریخ فرهنگ مردمان آریاتبار ما نظر افکنیم، اولین کسب پدر و مادران ما، نیاگان ما، این همون کسب چرواداری و دهقانی هست. این رو بینید که این کسب چی کلیدی هست که تا امروز تمامی مثلا جامعه رو امروز هم و البته تامین می نماید. ولی در برابر همین رشدی یعنی که بیمالون تکنیک و تکنولوژی روند جهانی شوی امروز هزاران هزار کسب ها هستند. در مهمانی برنامه ما یک دختری که خیلی جوان فعال، فرحناز بانو شرکت دارند، دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند، فاکولته روزنامه‌نگاری هستند. مرحمت فرحناز، یک سوال داشتم. هر شخص وقتی که به وایه میرسد باید خود کسب انتخاب نماید، ولی بسیار عائله های و میخورند که پدر و مادران برای انتخاب کردن کسب آنها ضد میبرایند. آیا این درست است که آنها باید
آیا با خواست خود کسب انتخاب نمایند و یا با خواهش خواهش پدر و مادر؟ والدین؟ درست قد نمودید فرهناز خواهر عزیزم. انتخاب کسب و هنر نه پس از به کمال رسیدن بلکه هنوز از آوان کودکی باید شکل گیرد. امروز این رو البته محققان دیروز هم گفتن، امروز هم برای عقیده هستند. البته یگون پدر و مادر در تمام خلق و ملت ها خاصتا ملت تاجیک یگون پدر و مادر ضد شخصیت سازی بزرگ فرزند خویش نیست. هر یک پدر و مادر تا روزی که جان در بدن دارد برای زندگی آباد ساختن جگربند خود مبارزه میبرد، ولی اون وابسته به همون حالت است. مثلا فرض میکنیم دختر بچه میگوید که مادر مهربان من ساختمانچی میشوم مثلا، خیلی مهر دارد مثلا فرض میکنیم، ولی مادر عزیز که وای دختر بچه است میگوید دخترم آخر چخیل تو دختر بچه ساختمان به چخیل کار میکنی، یا مثلا یا دیگر من برای مثال گفته شدم، برای این مادر باید میگوید نه بچم تو مثلا دکتر میشوی یا آموزگار میشوی. و یعنی که پدر و مادران همیشه حرکت میکنند که همون محبتی که فرزندان دارند به همون البته کمک نمایند. هر یک پدر و مادر همین کارو میکنند. در حیات در تجربه زندگی بارها و بارها دیده ایم که احیان والدین یافت میشوند که حرکت میکنند که اون کسب و اختصاص و هنری که خودشون دوست میدارند اون رو به گردن فرزندانشون هم بر کنند. یعنی که تو حتما مثلا فرض میکنیم من دکتر هستم تو حتما باید دکتر شوی، یا من ناظری راه هستم تو حتما باید ناظر راه شوی. البته این خیلی حادثه ها در حیات بسیار رخ داده ایستادند و باز هم تجربه زندگی نشون میدهد که فرزند بیچاره از مثلا وی پدر و مادر نمیبراید، حق میگوید، با مجبوری با عذاب و عقوبت وی رو میخواند، چون که وقتی که اگر محبت نباشد وی چیزای عادی به نظر وی مرکب مینماید. روندی از بر کردن همون کسب و هنر وی تمام هم میکند، کار میکند، ولی بعد از 10 سال 12 سال حتما باز وی رو میپرتاید، چون که ترک کسب میکند برای اون که در قعر دل او محبت نسبت همون چیز نبود. البته خوب میشد که پدران بزرگوار ما مادران مهربان توجه نماییم همون چی کسب و مهارت و ملکه چی بزرگی که خودی همون کودک و نورس میخواهد و با دل و جان وی را دوست میدارد، وی به همین مقصد رسیدن برای وی آسان هم میشود. روند خواندن و ازبر کردن و همون نازکیش رو ازبر کردن وی بسیار که دوست میدارد، نازکی های همون کسب و هنر رو وی به تیزی ازبر میکند، چون که محبت کمک مینماید. برای همین هم در همین اثنا هم کودک و نورس موفق میشود برای سازندگی زندگی خود و شخصیت آفرینی. هم پدر و مادر هم آنقدر زحمت نمیکشند و دیدی ما چنین است. به همین روند که خوب میشد که جوانان امروز جوانان هوشدار هستند، جوانانی که از تکنیک و تکنولوژی بسیارتر آگاه هستند، بگذار آنها آزادانه کسب و هنرهایی که دوست می‌دارند و چی انتخاب نمایند و ولی از دل و جان آن را آموزند. اولین سربلندی انسان، اولین چیزی که انسان میگوید که من شخصیت میسازم، من میخواهم برای مادر مهربان پدر بزرگوار خدمت کنم و در بعد از آن به تمام جامعه به ملت خود خدمت نمایم. یعنی که این شخصیت آفرینش شخصیت است. این انا همون کسب و هنر خود را تمام نازکیش رو از بر کردن. وقتی که انسان نازکی های کسب خود را اگر آموزگار باشد، اگر وی علم خود را اگر بهین از بر کند، همیشه وی سربلند است. اگر با 100 دانشجو هم کار میکند، او با دل دانشجو رفته میرسد، چون که وی همون موضوع خود را به درجه اعلا از گذشتگان از بر کرده است. در همین مثال من گفتنی هستم، این رو برای آن آوردم که برای هزاران هزار کسب و هنرها این همون از بر کردن درست
و به طور کسبیت از بر کردن انمان اختصاص است که یک عمر برای ساختن شخصیت کمک میکند و هم همین انسان سربلند است و همیشه تاجدار است و همیشه یعنی که چی بود و گذر میشود در بین مردمان. البته شاعر هم بسا عالی میگوید که من بنده آن کسی که ذوقی دارد، در گردن خود زی عشق طوقی دارد. اگر مهرشان باشد، محبت داشته باشند در قلبشان نسبت کسب انتخاب کردهشان، آیندهشان درخشان است. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نیز در برآمدهایشان بارها ذکر میکنند که جوانان برابر خواندن، تحصیل علم کردن باز یک دو سه هنر را از بر کنند که در زندگی کم نمیشوند، حیاتشان درخشان میشود. ما تمنا میکنیم که جوانان ما حیاتی زیبا و آباد و آسایشته داشته باشند و به دولت‌های خارج کشور سفر کنند، از آنجا تبادل تجربه کنند، بعد به مملکت خود آمده اینجا وطن خویش را باز هم شکوفان‌تر سازند. تمنای ما هم همین است، آرزوی ما هم همین است. معلمی عزیز، من تشکر میگویم برای چنین صحبت صمیمی، صحبت خاصه، صحبتی که به قلبی هر یک پدر و مادر، به قلبی جوانان ما یک تکانی داد، آتشه که انداخت. تمنا میکنیم که خاندان مردم تاجیک همیشه آباد باشد. بهترین صحبت برای نصیحت ها از معلم عزیز بود. نصیحت بر فرزند، دو برادر گپ زدن از کاشفی. یک سرودی قبلگاه شادروان پدر بزرگوار سرودی تاشخوجه اسیری ایجاد کرده بودند. نصیحت بر فرزند: نمک در کامها شیرین‌تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد، به امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. به امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. سفیدانی بلند یک نو، دو صد برگ تر دارد، پسر در
پروایی پدر دارد اگر فرزند به قابل رفت از حالش خبر گیرد ولی فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرد ولی فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرد نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تایم پسر مثلی هدر گردد. بیننده‌های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا می‌کنیم که خاندان شما آباد باشد تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت.